امروز قرار هستش که نحوه روند ثبت یک سند و بایگانی اون رو در سامانه بایگانی تحت وب مایسا بهتون آموزش بدم تا با محیط ساده و کاربری راحت اون آشنا بشید. زمانی که وارد لینک میشین به صفحه لاگین میاین و باید اونجا نام کاربری و پسوردتون رو وارد کنید. زمانی که اطلاعاتتون رو وارد کردین وارد همچین صفحه میشین و روی پیشخوان و یک کارتابل اصلی کلیک میکنید. برای ثبت سند جدید باید یک فرم جدید رو ایجاد بکنید. در محیط پیشخوان سمت راست بالا فرم درخواست رو کلیک کرده و اطلاعات کامل رو درون اون وارد میکنید. کامل ترین اطلاعات رو از شما میخوان و شما سعی کنید دقیق ترین اطلاعات رو وارد کنید. بعد از کامل کردن اطلاعات به پایین صفحه رفته و گزینه ذخیره رو انجام بدین. با ذخیره کردنش دسترسی پیوست و بایگانی و ارجاع اون هم فعال میشه. بعد از اینکه همه اطلاعاتتون رو وارد کردین میتونید پیوست‌های مرتبط با سندتون رو هم وارد کنید. میتونید پیوست‌ها رو در دسته‌بندی دلخواهتون قرار بدین. سامانه بایگانی تحت وب مایسا قابلیت ساپورت همه فایل‌های مایکروسافت و همچنین فایل‌های تصویری و صوتی رو داره هستش و قابلیت اسکن مستقیم از اسکنر به خود نرم افزار رو هم داره. برای دیدن قابلیت‌های زوم کن بندی به سمت بالا میریم و روی گزینه زوم کن کلیک میکنیم. قابلیت‌های زوم کن بندی بایگانی تحت وب مایسا رو با همه قابلیت‌هاش میتونید مشاهده کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با ما در تماس باشید.